گرچه حق به جانب بودن به خودی خود اشکالی ندارد، اما گاهی باعث می شود در موقعیتی قرار بگیریم که باید روی اشتباههایمان پافشاری کنیم. در برخی موارد حق با بیشتر از یک نفر است. برای مثال کتابی را با روی جلد آبی رنگ و پشت جلد قرمز رنگ تجسم کنید. کسی که به روی جلد کتاب نگاه می کند می گوید که کتاب آبی است، اما کسی که به پشت جلد آن نگاه می کند کتاب را قرمز می بیند. آیا آنها می توانند به بحثی وارد شوند که چه کسی درست می گوید و حق با چه کسی است؟ سامورایی مهربان همیشه خارج از کلیشه های ذهنیش به مسائل نگاه می کند. برخی به این دلیل از تعهد دادن دوری می کنند که دوست دارند مورد قبول دیگران باشند. افراد عادی موافق هدفهای بزرگ نیستند چون دوست ندارند از طرف کسانی که سخت کار می کنند